بگویید که من نمیتونم که نخورم، من نمیتونم که نرم. این دو جمله منفی را مثلا در یک جمله ما دو منفی داریم. یعنی ما شما چی رقم بگوییم؟ حالا شاید اکثریت شما بگویین دوستا که I can eat, I can go. این که معنا میده یعنی من نمیخورم، من نمیرم. ما از این فرمول استفاده میکنیم. I can't help. ما اینجا verb علاوه فعل ing داریم. مثلا اینجا ما آوردیم که I can't help eating. یک ing علاوه میکنیم یعنی من نمیتونم که نخورم. I can't help going. یعنی من نمیتونم که نرم. شما باعث شدید که من این کارا بکنم، شما باعث شدید که من گریان کنم. حیله چی رقم ما شما در انگلیسی بگیم دوستا؟ ما از این فرمول استفاده میکنیم. You made me به علاوه best verb یعنی شکل اول فعل استفاده میکنیم. مثلا میگم که you made me cry. تو باعث شدی که من گریان کنم. دوم مثلا میگم که you made me try. تو باعث شدی که من کوشش کنم. حالا شما برای من بگوین که من نمیتونم که انگلیسی نخوانم و بگوین که شما باعث شدید که من انگلیسی بخوانم. برای ویدیوهای بیشتر و کاربردی و ضروری در انگلیسی فراموش نکنید که مرا سابسکرایب کنید دوستان.